بنده حالا در سنین 85 سالگی وقتی نگاه میکنم به پشت سرم میبینم این 85 سال به سرعت برق عبور کرده گذشته. ایشون رو من سالهای طولانی میشناسم و در اون زمانی که خبر میگذرم ایشون وارد بود ما یک نعمتی خدا بهمون این نصیب داد. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.